استرس دارم. بچه من تموم شد و اومدم بیرون. خیلی باحال بود. پرتقال دان دادن. فعلش رو زدم و شروع کردم از روی. آسون تر از چیزی بود که انتظارشو داشتم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نسیمم و به ولاگ من خیلی خوش اومدید. قراره که با هم دیگه بریم برای مصاحبه هیئت علمی. اینجا من و مامانم بودیم که تو راه داشتیم میرفتیم. در حال خوبم، در حال جاده خلوت خوبم. راستشو بخوای من خیلی استرس داشتم برای این مصاحبه. تازه 2 روز بعدش هم تولدم بود. تولد تلگرام خودم مبارک. اینجا دیگه وارد خود دانشگاه شدیم. خیلی فضاش اولش قشنگ بود چون خیلی سرسبز بود. صبح زودم بود و داشتن آبیاری میکردن. فقط بدیش این بود که تابلو نداشت. ما اولش گم شدیم، نمیدونستیم کدوم طرف باید بریم. اونجا بود که دیگه از یه نفر آدرس پرسیدیم و بالاخره اون جایی که باید میرفتم امتحان بدم و پیدا کردم. خب من رسیدم دانشگاه و در حال حاضر باید برم داخل اون جایی که دانشکده فناوری های نوین احتمالاً آزمون کامپیوتر رو یا آزمون کتبی باید بدم. استرس دارم. یه فایلم بود باید کپی میکردم، مرکز تکثیرشون باز نبود. خلاصه بریم ببینیم چی میشه. دیگه همون اول یه برگه زده بودن، کلی پله رفتم بالا تا رسیدم به اون جایی که امتحان میگرفتن. در نهایت کیف و چیزامون رو تحویل دادیم و اومدیم تو قسمت پراتی که امتحان برگزار میشد. حالت آسکی ایستگاه گذاشته بودن. خب بچه من تموم شد و اومدم بیرون. خیلی باحال بود. تو پراتیکشون ایستگاه گذاشته بودن، ایستگاه به ایستگاه، و میرفتیم میشستیم مصاحبه میکردی با آدمای مختلف. یه ایستگاه در مورد مهارت کامپیوترت بود و اینکه در واقع چه چیزایی از مقاله ها و اینا میدونی، اهداف رو چجوری مینویسی، فرضیات، سوالات، نمیدونم اینا رو پرسیدن. مقاله خودم رو گفت بیارم براش. بعد دیگه براتون بگم تو پابمد ازم پرسید که چجوری سرچ میکنی. دیگه براتون بگم در مورد این پرسید که تو همون پابمد مثلا اگر خواستی بذاریش توی اند نوت چجوری میذاریش. بعد این یه ایستگاه بود. ایستگاه بعدی در مورد مهارت‌های شغلی سوال پرسید. اینکه مثلا فرض کن توی بیمارستان یه بیمار داشته باشی چیکار میکنی براش، بر چه اساسی پیش میری، که فرآیند پرستاری رو گفتم و در عمل مثلا مثال زدم که رو مثلا مریض ادمه چیکار میکنیم. بعد یه مرحله دیگه مصاحبه انگلیسیش بود که و در مورد طرح درس ازم پرسید، جفتش با هم دیگه، که طرح درس مثلا شامل چه چیزایی میشه، هر کدوم رو چجوری مینویسیم. دیگه در مورد روش های تدریس ازم پرسید که کدومش خلاقیت بچه ها رو مثلا تحریک میکنه، کدومش تفکر انتقادیشون رو تحریک میکنه. دیگه در مورد چیا پرسید؟ تو به انگلیسی هم مثلا سوالا به انگلیسی پرسید دیگه. گفت انگلیسی صحبت کن، مثلا گفت چالنجی یا چالشی که با دانشجو داشتی تا حالا مثلا تو تدریست چی بوده، خودتو معرفی کن، کجا بودی، مثلا چه سابقه ای داری. دیگه اینا رو گفتم براش. بعدم یه متن بهم داد که ازش بخونم انگلیسی و ترجمه کنم. دیگه براتون بگم یه مرحله دیگه هم که رفتم قسمت تدریس و ارائهش بود. گفتن انگار از خود معاونت اومدن اونجا، 2-3 نفر نشسته بودن و 3 تا موضوع به هم داد. از اون 3 تا موضوع بعد یک رو انتخاب میکردم که تدریسش کنم و فقط هم ماژیک و وایت بورد بهم دادن. یه ذره این استرس داشت چون من خودم یه ارائه دیگه آماده کرده بودم بهشون، یعنی ارائه کنم با پاورپوینت و اینا، ولی دیگه اونو مجبور شدم بگم در مورد آب و الکترولیت انتخاب کردم موضوعمو و رو فرآیند پرستاری و علائم و اینا توضیح دادم. بعدش هم دیگه در مورد چیز ازم پرسید، آزمونایی که ارزشیابی که میکنی از دانشجو به چه شکله، آزمون دابس رو پرسید، پورتفولیو رو پرسید که چی هن و به چه شکله، مالتیپل چویس کوئسشن رو
پرسید، گفتم من مهمترین جزء مالتیپل چویس کوئسشن چیه؟ من اینو نمیدونستم، والا نمیدونم مهمترینش چیه، ولی اون بقیه رو درست جواب دادم. جالبیش اینه که یه تیکه خیلی باحال بود. من داشتم درس میدادم، بعد مثلا سوال میپرسید، اون یکی تیکه مینداخت اشتباه میگفت، بعد نمیدونم چیزه یه مرحله دیگه شم ها من وایستادم داشتم توضیح دادم یا وایت بور از اون پشت افتاد پایین، با چسب چسبونده بودنش به لبه این شیشه های کمد، بعد یه دفعه افتاد پایین. خیلی خیلی صحنه جالبی بود اگه کسی فیلم برداری کرد. خلاصه که حالا وایستادم تو راهروشون دارم حرف میزنم، همه میان نگاه میکنن. ولی این بود آزمون مصاحبه و مراحلی که من پیش رفتم. دیگه براتون بگم یه چیز دیگه هم که خودم خیلی خوشحالم بابتش این بود که زنگ میزدن که آقا تایم تموم شد بریم بعد ایستگاه بعدی. بعد من زودتر از اینکه زنگو بزنه سوالاشون همه رو از من پرسیده بودم، من جواب داده بودم، میمدم بیرون. خب این میتونه نشونه خوبی باشه دیگه قاعدتا. حالا دیگه برم برسم پیش مامانم بهش بگم چی شد. راستی آب و کیک هم بهمون دادن، پرتقال دان دادن. یعنی محیط دانشگاهشم خیلی خوشگله، خیلی سرسبز. یه چیز دیگه هم یادم اومد بگم، خیلی خنده دار. اولین ایستگاهی که من رفتم ایستگاه چیز بود، کار با کامپیوترش و اینکه در مورد تحقیق مقاله و اینا میپرسید. بعد لپتاپ گذاشته بودن اونجا، من گفت که خب گفت مقاله داشتی یا نه. بعد مقاله‌مو گفتم، بعد گفتش که خب مقاله‌تو سرچ کن بیارش الان برام. بعد من هرچی اومدم برم گوگل کروم میزدی روش کلیک میکردی باز نمیشد، اصلا کلیکش کار نمیکرد. صدا زدیم یکی اومده، بعد گفت چرا این موسش کلیک راست و چپش جابجا. من خب چرا این کارو میکنید؟ بعد آقا حالا اومدیم با خود لپتاپ کار کنیم، با خود لپتاپ زدیم سرچو میزدم باز نمیشد، انگار اینترنتشون نبود. دوباره هی صدا زده اومده یکی اینترنت رو زد، کانکت بود ولی وصل نمیشد به خود اینترنت، باز نمیشد. یه خلاصه کلی رفتن اومدن کد کاربری زدن این ور اون ور تا بالاخره باز شد. نصف وقت من سر همین که داشتیم سرچ میکردیم چیز بکنیم باز شه رفت، خدا رو شکر، وگرنه ازم سوالات بیشتری میپرسید که شاید نمیتونستم جواب بدم. یه نکته خوبه دیگه هم که داشت این بود که شروع کرد از پایان نامه‌ام پرسید و هدف و فرضیات و اینا. بعد من نخونده بودم، خیلی یادم رفته بود همه اینا. بعد گفتم که آره اتفاقا هست همراه هم پایان نامه، میخواین رو اون توضیح بدم براتون؟ بعد گفت آره بذار دیگه فعلشو زدم و شروع کردم از روی پایان نامه. گفتم آره هدفا رو اینجوری می‌نویسی. به هرچی نگاه می‌کردم یادم میومد که چی بود من توضیح میدادم. خلاصه دیگه چی رو می‌خواستم بگم براتون، آسون تر از چیزی بود که انتظارشو داشتم. خیلی استرس داشتم واقعا براش و اینطوری بودم که وای نمیتونم گلیزان ازم برزن و فکر نمی‌کردم انقدر کوتاه طول بکشه هر ایستگاه و مثلا سوالایی که میپرسن. دیگه ببینیم چی میشه، نتیجه رو باهاتون به اشتراک میذارم. فعلا خداحافظ.